احساس خوشحالی و غرور پیدا میکنیم وقتی میبینیم که امروز نظامی داریم که میتواند از منافع ملی خود و از مردم خود و از تاجران خود در مقابل زیاده‌خواهی همسایگان خود دفاع بکند و از آنها حمایت بکند. امروز امارت اسلامی در یک اقدام تاریخی اعلام کرد که تمام واردات ادویه و دارو از پاکستان ممنوع است و از تاجران افغان خود خواست طرح بدیلی برای خود پیدا بکنند. با این اقدام امارت اسلامی نه تنها پاکستان بازار افغانستان را از دست داد بلکه بازار آسیای میانه را هم از دست داد و به آنها یادآوری کرد که اگر قرار است تاجران ما ضربه ببینند و ضرر ببینند، تاجران شما هم باید ضربه ببینند. اگر ما خسارت میبینیم باید شما هم خسارت ببینید. من از شما میپرسم، شما را به خدا در 40-50 سال گذشته آیا حکومتی دیده اید همچون امارت اسلامی که بتواند با قاطعیت جواب همسایگان خود را زیاده‌خواهی آنها را جواب بدهد و از حق خود دفاع بکند؟ ما نمیگوییم که مشکلاتی در امارت اسلامی نیست، شاید در بعضی جاها مشکلاتی داشته باشد، اما دعوای این داریم که یکی از بهترین حکومت‌هایی که افغانستان به خود دیده همین نظام امارت اسلامی است. بیایید بجای تعصبات کورکورانه و تعصبات بیجا از نظام خود حمایت بکنیم، پشتیبانی بکنیم که خیر ما، عزت ما، آبروی ما همین نظام امارت اسلامی هست.